درآمد دلاری، البته نه برای ما ایرانی ها، برای مردم لبنان و فلسطین و عراق و سوریه. آره عزیز، اینا چون دولت دارند و دولتشون هم میدونی که چون جا نداشتن اینا اومدن تو ایران 47 سال پیش یه جایی رو برای خودشون گرفتن، گفتن ایرانی ها بالاخره دلشون مهربونه، کار میکنن، پولاشونو میدن به ما میرسیم پیش اقوام خودمون. آره عزیزم، تو هم که الان داری فکر میکنی چک تو فردا پس فردا چجوری پاس کنی، بدون پولت الان کجا رفته. توی بسیجی، توی سپاهی هم به فکر خودت باش. ببین، اون گنده ها تو رو آدم ثابت نمی کنند. پولای دلاری و میلیونی رو میفرستن به فک و فامیلای خودشون، تو رو هم گذاشتنت سر کار. آره عزیز، به فکر خودت باش، به فکر آیندت باش. بیا بپیوند به مردم، البته نری پشت مردم وایسیا، میری جلوی مردم وای میسی، میشی سپر بلای مردم. اون موقع است که مردم هم میتونن بگن ما پشتتیم. فقط اشتباهی نری پشت مردم قایم بشی یا دوباره مردم بفرستی جلو. آره، بسیجی و سپاهی، به فکر آینده خودت باش، این رژیم رفتنیه.